اگر یه سر به بخش تنظیمات کال آف دیوتی موبایل زده باشید میدونید اونقدر تعداد گزینه‌ها زیاده که واقعا آدم نمیدونه باید چی کار کنه. امروز میخوایم یه سر به این قسمت بزنیم تا بهترین تنظیمات بازی رو بشناسیم. اما قبلش مهمه بدونید این تنظیمات به ابعاد تصویر و دیوایسی که استفاده میکنید بستگی دارن. خب طبیعیه کسی که داره روی آیپد پرو بازی میکنه نسبت به کسی که روی یه آیفون یا یه دیوایس معمولی بازی میکنه شرایطش متفاوته. خب پس بریم سراغ تنظیمات بازی و کار رو از بخش بیسیک مولتی پلیر شروع میکنیم. ایم اسیست کاملا به خودتون بستگی داره. بهتون کمک میکنه هدفگیری دقیق تری داشته باشید و خب واسه کسایی که حرفه‌ای میخوان بازی کنن گزینه جالبی نیست. فست ترو گرینید یا سریع انداختن نارنجک رو توصیه میکنیم خاموش کنید. مهمه بتونید نارنجکاتون رو طوری زمان بندی و پرتاب کنید که بعضی وقتا به محض رسیدن به زمین بترکن. کویک ران فرم پرون رو حتما روشن کنید چون باعث میشه سریعتر حرکت کنید. جویستیک اوتو اسپرینت خیلی کلیدیه چون لازمه که سریعا از حالت راه رفتن سویچ کنید رو دویدن. تو این شرایط معمولا دکمه دویدن به درد نمیخوره و یکم تأخیر واسهتون به وجود میاره. گزینه فیکسد آر فایر باتن رو روشن نگه دارید و فیکس جویستیک رو خاموش کنید چون معمولا استفاده از یه جویستیک فیکس شده رو تصویر جالب نیست. بعضی وقتا لازمه جای دستتون رو درست کنید و واقعا نیازی نیست تو این شرایط دنبال این بگردید که جویستیک کجاست. بدون یه جویستیک فیکس شده شما هر جا رو سمت چپ صفحه رو لمس کنید آماده شلیک کردن. فیکسد ورچوال جویستیک و رایت فایر باتن فور فیکس پرسپکتیو رو هم حتما خاموش کنید. گزینه ADS یا ایم داون سایت رو هم حتما رو حالت تپ تو ADS بگذارید. کلا برای بازی‌های موبایلی این گزینه به شدت پیشنهاد میشه و به صورت پیش‌فرض هم استفاده میشه. اما ممکنه یه سری برای اسنایپ ازش استفاده نکنن که بازم برمیگرده به تجربه خود پلیر. حتی اگر اصلا ازش استفاده نمی‌کنید اما دیسپلی لفت فایر باتن یا دکمه شلیک سمت چپ صفحه رو حتما روشن نگه دارید. بعضی جا مثل بتل رویال وقتی می‌خواید یه نفر رو اسنایپ کنید لازم میشه و گزینه بعدی رو هم روی تپ کراچ وایل اسپرینتینگ نگه دارید چون اینطوری خیلی بهتره و کنترل بیشتری رو حرکتتون دارید. بهتره که آلویز اسپرینت رو خاموش نگه دارید چون یه سری مواقع نیازه که راه برید و ندوید و خب بهترین حساسیت یا درجه هم 65. جایروسکوپ یا هدفگیری با سنسور گوشی هم به خودتون بستگی داره اما خود من هیچ وقت ازش استفاده نمی کنم و برنامه‌ای هم برای استفاده ازش ندارم. خیلی از جایروسکوپ استفاده میکنن و نمیخوایم بگیم بده ولی به خودتون و تجربتون از شوترهای موبایلی بستگی داره. بهترین دامنه دید یا کامرا فیلد آف ویو برای دید اول شخص 65 و در نهایت هیچ وقت گزینه ریست ویپن ایم رو روشن نگه ندارید. حالا میریم سراغ بخش بیسیک بتل رویال. اوتو دور و اوتو اوپن دورز رو روشن نگه دارید تا تجربه بازی واسهتون خیلی سریعتر و ساده تر شه. دیگه توی بازی موبایلی نیازی نیست یه دکمه بزنید تا درا بازشن یا لوت کنید. بقیه گزینه‌های بتل رویال هم مثل مولتی پلیره که خب توضیح دادیم بهتون. فقط تنها چیزی که لازم یادتون بمونه اینه که اگر نخواستید حساسیت و سرعت یه سری از قسمت‌ها مثل چیزی که ما بهتون گفتیم باشه حتما اونا رو تو تمام گیم مودا تغییر بدین. همیشه برید سراغ همون حساسیت‌هایی که بهشون عادت دارید و بهشون راحت ترید. حالا میریم سراغ تنظیمات بیسیک بخش زامبی که این تنظیمات هم لازمه عین بقیه گیم مودا باشه و تفاوت خاصی باهاشون نداره. میریم سراغ بخش کنترلز تا این قسمت مهم رو بررسی کنیم. حتما برای این بخش از ادوانس ماد استفاده کنید. خوبی این قسمت اینه که گزینه‌هاش برای تمام گیم مودا صدق میکنن. روشن بودن ادوانس ماد به این خاطره که باید زمانی شروع به شلیک کردن کنید که میخواید. حتما هم حواستون باشه هیپ فایر تیکش خورده باشه تا اینطوری درگیر اون تأخیر کوچولی نشید که موقع شلیک کردن پیش میاد. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که به شخص عادت دارم با شستان بازی کنم نه روش‌های دیگه‌ای مثل استفاده از 4 انگشت. خب این مسئله کاملا به خودتون بستگی داره و شرایط دیگه‌ای مثل ابعاد صفحه نمایشتون روش تاثیر مستقیم داره. اما به صورت کلی سعی کنید شفافیت دکمه‌های روی تصویر رو اونقدر کم کنید تا محیط بازی رو بهتر ببینید و یه وقت این دکمه‌ها جلوی یه سری از اتفاقات تصویر رو نگیرن. اما چیزی که مهمه تو این قسمت تغییرش بدین اینه که دکمه نایف کردن رو حتما نزدیک دکمه شلیک و حالا یکم پایین‌تر قرار بدین. اینطوری دیگه لازم نیست وقتی نزدیک یکی از دشمناتون بودین انگشتتون رو زیاد تکون بدین و راحت میتونید از گزینه نایف کردن استفاده کنید. این جابجایی حتی باعث میشه تو مواجهه با بقیه سرعت عمل بالاتری داشته باشید و سریعتر دخلشون رو بیارید.
گرافیک و فریم ریت بازی هم فوق العاده مهمه و باید در موردش صحبت کنیم. اگر بازیتون کنده و خیلی جاها گیر میکنه، باید قبول کنید که پرفورمنس از گرافیک مهمتر و تنظیماتتون رو تغییر بدین. شما با پلیرهای مواجهید که ممکنه این کندی ها رو نداشته باشن و از این نظر خیلی تو مواجهه با شما جلو میندازتشون این مسئله. شما میتونید تمام گزینه‌های گرافیکی دیگر رو هم خاموش کنید. اینا افکتایی که بود و نبودشون زیاد فرقی نمیکنه و صرفا تأثیری رو عملکرد شما ندارن. به صورت کلی تمام گزینه‌های این قسمت به خودتون و قدرت سخت افزارتون بستگی داره. 2 تا ویدیوی دیگه هم داریم آماده می‌کنیم در مورد تنظیمات و کلاً کارهایی که باعث میشن پرفورمنس بازی واسهتون خیلی روونتر شه. پس منتظر اونا هم باشید. خب حالا بریم سراغ قسمت سنسیتیویتی یا همون حساسیت بازی. چه روی تبلت بازی میکنید چه رو موبایلتون، وارد یه بازی شید و انگشت شستتون رو جایی رو صفحه قرار بدین که راحت ترید. حالا انگشتتون رو روی صفحه اول سمت چپ و بعد به سمت راست بکشید. اگر میزان حساسیت صفحه شما درست باشه، باید 180 درجه به سمت چپ و بعد از نقطه شروع 180 درجه به سمت راست بچرخید. منظورم اینه که بدون جدا کردن انگشتتون از روی صفحه بتونید 360 درجه بچرخید و راحت دور بزنید. اصلا نباید برای چرخوندن صفحه مجبور شید بارها و بارها صفحه رو لمس کنید تا در نهایت بتونید کامل دور بزنید. این مسئله باعث میشه حتی قبل از اینکه بخواید دشمن پشت سرتون رو ببینید، شربت شهادت رو سر بکشید و تمام. اینکه بتونید فقط با یه لمس صفحه 360 درجه بچرخید خیلی کیفیت بازیتون رو ارتقا میده. حالا بریم سراغ حساسیت یا سنسیتیویتی. روتیشن مود رو روی فیکسد اسپید بذارید، چون این دقیقاً شرایطیه که به صورت پیش‌فرض برای بازی‌های شوتر اول یا سوم شخص موبایلی انتظار دارین، البته به جز فورتنایت موبایل. با فیکسد اسپید صفحتون به ازای مقدار قدرتی که صرف کشیدن انگشتتون می‌کنید نمیچرخه، یا به عبارتی اگه آروم صفحه رو لمس کنید یا سریع، کاراکترتون با یه سرعت ثابت میچرخه. به این ترتیب شدت لمس شما مهم نیست و در نهایت همه چیز ثابته. اما اسپید اکسلریشن باعث میشه حتی نسبت به شدت لمس صفحه سریعتر بچرخید. این بخش هم یه جورایی به خودتون بستگی داره، اما توصیه ما استفاده از همون فیکسد اسپیده. طبیعیه که نسبت به دیوایسی که استفاده می‌کنید ممکنه تنظیمات حساسیت متفاوت باشه. برای این مثال سرعت ایسوس راگ فون 2 خیلی بیشتر از آیفونه و این مسئله در خصوص گوشی‌های میان رده و پرچم‌دار هم صدق می‌کنه. اما تنها نکته‌ای که بهتره بهش توجه داشته باشید اینه که هر چقدر دقت اسکوپتون افزایش پیدا کنه، باید سرعتش کمتر شه. اما این وسط باید ADS سنسیتیویتیتون بالاترین میزان ممکن باشه. بقیه تنظیمات هم داخل تصویر می‌بینید و میتونید به همین شکل انتخابشون کنید. تمام مسائلی که الان در موردشون صحبت کردیم در خصوص بخش زامبی و بتل رویال هم صدق میکنه و شما میتونید تو تصویر یه نگاهی به تنظیمات ما بندازید. در نهایت تو بخش حساسیت میرسیم به فری ویو سنسیتیویتی که باید خیلی بالا نگهش دارید. یه چیز تو مایه‌های 115 تا 130 باید با کمترین میزان لمس بتونید به سادگی محیط اطرافتون رو ببینید و این مسئله با توجه به موقعیت دکمه خیلی مهمتر میشه. در نهایت میرسیم به تنظیمات بخش بتل رویال. به شخصه همیشه ترجیح میدم از لایه‌ات A برای بخش رانندگی استفاده کنم. ویهایکل کامرا یا دوربین ماشین ها باید رو سمای فالو باشه و اینکه میخواید مقدار سلامتی ماشینتون رو هم ببینید یا نه به خودتون بستگی داره. اما از جمله مسائل مهمی که بهتره الان بهشون اشاره کنیم اینه که حتما میکروفونتون رو خاموش کنید مگر اینکه واقعا میخواید ازش برای صحبت کردن و استراتژی ریختن تو بخش بتل رویال استفاده کنید، نه مزاحمت ایجاد کردن واسه بقیه. بقیه گزینه‌های تنظیمات هم کاملا به خودتون بستگی دارن. تنظیمات مربوط به بخش صدا، زبان‌ها و بقیه ماجرا کاملا دل بخواهی و هر طور که دوست داشتید میتونید انتخابشون کنید، چون روی گیم پلیتون تأثیری ندارن. نظرتون در مورد ویدیو و تنظیمات پیشنهاد شده رو حتما با همون به اشتراک بذارید و اگر نکته‌ای جا مونده خوشحال میشیم بیانش کنید تا بقیه هم بتونن ازش استفاده کنن. اگر هم دوست داشتید میتونید تو کلن ویجیاتو تو کال آف دیوتی موبایل عضو شید تا اینطوری بتونیم دور همدیگه یه سری از تورنمنت ها و مسابقاتی که برگزار میشه رو تجربه کنیم.